عید قربان آمد و در مکه حج اکبر است. دوستان را تبریک نمودن سنتی پیغمبر است. مبارک ای دوستان، عید سعید قربان. خداوند رزق تو را سازد فراوان. همیشه شاد باشی بین یاران. بر پیکر عالم وجودی جان آمد. صد شکر خدا که امتحان به پایان آمد. از لطف خداوندی خلیل الرحمن یک عید بزرگ با نام قربان آمد. در این روزی فرخنده از درگاه خداوند متعال برایتان خانه آبادی، سربلندی، خوشحالی زندگی را تمنا دارم که این عید سعید به خاندان هر یکی شمایان فیض و برکات، بخت و اقبال بلند را ارزانی دارد. صد مهر و وفا میان یاران باشد. صد مهر و وفا میان یاران باشد. دوستان مرا خداوند نگهبان باشد. عید سعید به هر یک شمایان بار دیگر مبارک باشد. دوستان عزیز و گرامی، با احترام سرور جان.